خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و امیدوارم که حالتون خوب باشه و تو این روزهای باقی مونده که تا امتحان مونده اه، بتونین که آرامش خوبی داشته باشین و طبق برنامه ریزی که انجام دادین به هدفتون برسین. تو این رکورد خواستم یه مقدار راجع به کارهایی که میتونین توی این روزهای آخر انجام بدین تا اون پرفورمنستون توی امتحان بهتر باشه یه توضیحاتی خدمتتون عرض بکنم. خب ببینید دوستان، یک مسیر طولانی رو جلو اومدین، یک مسیر احتمالاً حالا چند ساله یا چند ماهه که بابتش بهای زیادی پرداخت کردیم. یعنی بالاخره کار، زندگی در ایران رو کنار گذاشتین و در حقیقت اومدین که اینجا به موفقیت برسین و مهمترین مسئله حالا یک امتحانیه که پیش روی شماست تا بعد از موفق شدن در اون بتونین که اینجا توی آگاز مارکت دانمارکی دنبال کار باشین یا اینکه دوستان عزیز پزشک و دندون پزشکم بتونیم که وارد بشیم برای امتحانهای مربوط به رشته خودمون. علی حال چیزی که مهمه اینه که نباید بذاریم که این استرسه برامون فائق بیاد و مانع بشه که تو این روزهای آخر که بسیار سرنوشت سازن نتونیم که کارمون رو انجام بدیم. پس اولین مسئله این هست که باید آرامشمون رو حفظ بکنیم و سعی کنیم طبق برنامه‌ریزی که داریم کارهامون رو انجام بدیم. این روزها مهمترین مسئله باز اینه که سعی کنیم تا جایی که میتونیم این لسه ها رو باز توی شرایط امتحان از خودمون تست بگیریم. فارغ از اینکه بار اوله، بار دومه، بار دهمه، حتی این لسه ها جوری هستن که 50 بار اگه تکرار بشن واسهتون جا داره و میتونه که هر سری چیزهای جدیدی براتون از دلش در بیاد. بنابراین حتی اگر تکرار مکررات به نظرتون میرسه همچنان ادامه بدین. مهمترین چیز اینه که این روزها سعی کنین ساعت خوابتون رو تنظیم کنین. این مهمترین مثال است. به خصوص یکی دو روز قبل از امتحان اینو در نظر داشته باشین که در هر حال ما داریم راجع به یک امتحان مهم صحبت میکنیم و اون استرسش میتونه باعث بشه که اون شب آخر یه ذره حساب کتابمون عوض بشه، احتمالاً بیخوابی سراغمون بیاد. این چیزی که شاید من خودم حس نمی‌کردم دوچارش بشم، ولی اه، من رو هم حتی با اینکه سعی میکنم همیشه توی امتحان‌ها استرسم کمترین میزان باشه و شب امتحان توی عمل کردم تأثیر نذاره، ولی دچارش شدم متاسفانه. بنابراین خیلی مهمه که 1 و 2 روز قبل امتحان هر موقع احساس کردین که خواب آلودگی داریم بخوابین. این 2 روز قبل از امتحان بذارین بدن اون انرژی و خوابش رو در حقیقت بگیره تا اگه احیانا شب امتحان دچار بیخوابی شدین تأثیری روی عملکرد یا پرستاسیونتون توی جلسه نداشته باشه. این نکته اول. نکته بعد اینه که ریتمتون رو تنظیم بکنید. میدونم بعضی از دوستان مثل من شاید شبها میتونن که راحت‌تر درس بخونن و عملکردشون شاید شبها بهتر هستش، ولی دیگه در حقیقت این حدود 19 روز مانده به امتحان نباید دیگه به این شکل ادامه بدیم. سعی کنیم که جوری برنامه رو بریزیم که 7.5 تا 8 ساعت خواب در شبانه روز رو داشته باشیم. یعنی حالا اگه خواب بعد از ظهری ندارین و فقط شبها استراحت میکنین جوری بشه که صبح ساعت 7 کاملا هوشیار کاملا بیدار شده باشین
و این مستلزم این هست که دیگه شبها بیشتر از ساعت 11 بیدار نباشید. پس ریتمتون رو جوری بذارین که در حقیقت بتونین شب ساعت 10 و نیم دیگه در رخت خواب باشین و در حقیقت دیگه تا ساعت 11 شب خوابتون برده باشه. بسیار مهمه این نکات بسیار مهمه. یعنی اینها چیزهایی هستش که اون روز آخر میتونه تفاوت‌ها رو ایجاد بکنه برای اونهایی که در حقیقت مطالعهشون تا این مدت خوب بود. طی 19 روز اتفاق شگفت انگیزی در دانش زبان شما رخ نمیده، ولی مهم اینه که اون چیزی رو که دارین بتونی 100% رو توی جلسه ارائه بدین. مسئله بعد این هست که به خصوص واسه این که اون در حقیقت چشمتون بتونه که توی اسکنینگ عملکرد خوبی داشته باشه، این دوستا سعی کنیم که به عضلات چشمتون تمرین بدیم. یکی از بهترین تمرین ها واسه عضلات چشم این هست که حالا من عینک رو در بیارم، سعی کنیم که یک چند ثانیه چشم ها رو مردمک ها رو کامل به بالا ببریم، یک چند ثانیه به چپ، چند ثانیه به راست و چند ثانیه پایین. و این کار رو سعی کنیم که طی شبانه روز چندین و چند بار انجام بدیم. هر سری سعی کنیم که 10 بار این حرکت رو انجام بدیم، 10 بار بالا، 10 بار چپ، 10 بار راست و 10 بار پایین. طی شبانه روز 2 بار 3 بار این حرکت رو انجام بدیم. به نظر ساده و شاید خنده‌دار بیاد، ولی تاثیر داره که عضلات چشمتون یک هماهنگی داشته باشه که بتونه سر اسکنینگ بتونه که خیلی راحت و روون حرکت کنه. پس یک تمرین برای عضلات چشم ما این تمرین هستش که در حقیقت اون رو پرورش میدیم به این صورت. یک در حقیقت تمرین دیگری که باز میتونیم واسه عضلات چشم داشته باشیم این هست که و خستگیش رو کم بکنیم، این هست که وقتی که در حقیقت میایم به یک در حقیقت متنی نگاه میکنیم، سعی کنیم که حالا اگه در خونه مساعد باشه یا اگر مثلا بیرون، الان این روزها که هوا خوبه، اگر در طبیعت بخواین مطالعه بکنیم، وقتی که کتاب رو میخونیم یک چند ثانیه‌ای به یک فضای سبز که در دور قرار داره خیره بشیم. یک تمرین دیگه‌ای که میتونیم واسه عضلات چشمتون داشته باشیم وقتی که مطالعه میکنین این هست که یک جسمی مثلا انگشتتون رو جلوی چشمتون تو این فاصله، حالا در فاصله مثلا 1 وجبی 2 وجبی از چشمتون نگه دارین، قشنگ خیره بشین به نوک انگشتتون به مدت مثلا 10 ثانیه، بعد بیاریم پایین و در حقیقت به یک فضای بسیار دور نگاه بکنیم. این هم در حقیقت باز تمرینی هست واسه عضلات چشم که بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. هر از گاهی که بیکار شدین، فرصت داشتین، این تمرینات رو این چند روزه انجام بدین تا عضلات چشمتون قشنگ در حقیقت دچار تمرین بشه و بتونه که عملکرد خوبی داشته باشه. پس این یه مختصری بود راجع به این حرکت. در مورد روتین روزانه‌تون که وقتی شروع می‌کنین، حالا اگر بنا رو ببینیم که صبح ساعت 9 میخواین شروع بکنین، سعی کنین که توی برنامه‌تون یک قدم زدنی وجود داشته باشه، یک تحرکی داشته باشه. این خیلی مهمه، خیلی کمک کننده است و روزهای آخر حداقل واسه من خیلی خوب بود، به خصوص افرادی که دیمنسکی هستن و صبحها حس میکنن که حالا مثلا 2 ساعت 3 ساعت باید بگذره تا اصطلاحاً به خودشون بیان و بتونن که اون کانسنتراسیون و اون تمرکز رو داشته باشن. این میتونه تمرین خوبی واسهشون باشه. 20 دقیقه پیاده روی روزانه حتما داشته باشین، به این صورت که یک 5 دقیقه به حالت پیاده روی باشه، بعدن یه ذره گرم بشه 5-6 دقیقه، بعد 10 دقیقه دویدن خیلی نرم، دویدن خیلی نرم، خیلی در مثل اینایی که 2 ماراتون میرن. قرار نیست بدنمون خسته بشه، فقط قراره که یک مقدار جریان عروقی رو ما زیاد بکنیم، گردش خون تو بدنمون بیشتر بشه.
اصطلاحاً اکسیژن به مغزمون برسه. یه 10 دقیقه یک حالت دو ماراتون مانند و در نهایت باز 5 دقیقه 6 دقیقه به حالت پیاده روی عادی که حالا برگردیم به مسیر خونم. اه، بعدش حالا چای، قهوه یا حالا هر چیزی که بدنتون بهش عادت داره در یک دوز مشخص، نه اینکه خیلی باعث بشه که در حقیقت تپش قلبتون یا اضطرابتون بیشتر بشه. اون چیزی که بدنتون بهش عادت داره. این روزهای آخر سعی نکنین که چیزهای عجیب غریب استفاده بکنین. اگر بدنتون عادت داره به قرص‌های انرژیزا و ازش قبلا نتیجه گرفتین و میدونین که در حدی باید استفاده کنین که واسهتون کارایی داشته باشه، انجامش بدین. اگر نه، الان دیگه فرصت آزمون خطا نیست روی بدنتون. خواهشاً خیلی دنبال اینجور چیزا نرین. یه کافی ساده میتونه که از همه چی بهتر باشه و در حقیقت یک دوش آب ولرم یا آب سرد خیلی میتونه که بعد از اون پیاده روی رو پرفورمنستون تاثیر بذاره و باعث بشه که بدنتون کاملا سر حال فرش و در حقیقت یک شوکی ارائه میده که میتونیم بعدش حس کنیم که دیگه الان کاملا سرحال هستیم و میتونیم که در حقیقت کارتون رو شروع بکنیم. از اینها چیزهای مهمی بود که میتونستین استفاده کنین که سرحال باشین و در حقیقت چشمتون رو توسط اینها تمرین داده باشین. بعد از این میریم سراغ روز امتحان و روز قبل از امتحان سعی کنین غذایی که میخورین یک غذای سبک ولی مقوی باشه. من واسه این روزهای آخر استفاده از ماهی خیلی خوب هستش به جهت اون امگا 3 و پروتئین خوبی که داره میتونه خیلی کمک کننده براتون باشه. غذاهای سنگین، فست فود ها، بیکن ها و پیتزا و اینجور چیزها این روزهای آخر استفاده نکنید. بسیار میتونه که تاثیر منفی داشته باشه همینها و اون حبوبات مفید مثل عدس خیلی میتونه مفید باشه. این روزها سعی کنید زیاد استفاده بکنید. سبزیجات، عدس، اینها در حقیقت رژیم غذاییتون هم این روزهای آخر بسیار بسیار مهم، بسیار تاثیرگذار میتونه باشه توی روند امتحان. میرسیم سر جلسه امتحان. اساتید و دوستان زیادی توصیه ها رو بارها گفتن و در حقیقت من هم باز تکرار میکنم اون چیزهای مهم رو. سر جلسه امتحان شما میتونیم که در حقیقت با مداد بنویسیم جوابها رو. مداد مغزی پررنگ اگه داشته باشیم، من خودم مداد مغزی استدلر هفتم استفاده کردم، هم برای نوشتن جوابهای لسه هم برای در حقیقت اسکریپتلی از این استفاده کردم و راضی بودم و هیچ مشکلی به وجود نیامد. یک نکته مهم در مورد دوستانی که در حقیقت اسکریپتلیشون رو مدرسه بهشون گفته که مجاز هستن خودشون پی سی بیارن، مدرسه در حقیقت اگه فروم یا لپتاپ در اختیارتون قرار نده، چیز مهمی که باید فکر کنن این هست که آپدیت ترین و جدیدترین نسخه مایکروسافت ورد رو داشته باشن روی سیستم. اتفاقی که واسه خود من افتاد اینی که من تو مدرسه‌ای که ثبت نام کرده بودم واسه آزمون گفته بودن که خودتون باید اگه میخواین با کامپیوتر امتحان بدین خودتون باید سیستم بیارین و در حقیقت قرار بود سر جلسه به ما یک فلکتی داده بشه و ما در حقیقت توی اون داکیومنتی که توی اون فلک هست بنویسیم. حالا اشتباهی که من خودم انجام داده بودم این هست که یک داکیومنت دیگری به جز مایکروسافت ورد رو داشتم روی سیستمم و با اون تمرین میکردم و امیدوار بودم که سیستم به این نحو باشه که مثلا من در داکیومنت خودم می نویسم و بعد این رو مثلا سیو و سیو از میکنم توی مثلا اون فلشه.
ولی سیستم به این صورت هست واسه دوستانی که در حقیقت این مدل قرار امتحان بدن، اینو به خصوص عرض میکنم. سیستم به این صورته که فلشی که به شما میدن، اون دوستانی که حالا خودشون قراره PC ببرن، فلشی که به شما میدن درش یک فایلی هست و شما باید برید اون فایل رو باز کنید و داخل اون فایل بنویسید. یعنی این چیز نیست که شما یک فایلی رو در یک جایی از سیستمتون مثلا توی دسکتاپ بنویسید و بعد پیدا کنید در اون فلشه. ابتدا به ساکن در خود همون فلش خواهید نوشت و این در حقیقت واسه من مشکل آفرین شد. سر جلسه من 20 دقیقه متاسفانه مشغول بودم که بتونم که در حقیقت بنویسم، ولی اون در حقیقت فایل نوشتن، اون داکومنتی که من در حقیقت تو سیستمم داشتم، اون برنامه مثل مایکروسافت ورد نبود و حالا ساپورت نمیشد توسط فلاشه و متاسفانه نتونستم که در حقیقت بیام و اسکریپتلیمو بنویسم. و از کجا متوجه شدم؟ من شروع کردم سیستم رو باز کرد نوشتن رو. بعد از اینکه در حقیقت اومدم و پاراگراف اولم رو، سوال اول رو برای آرگومنت نوشتم، خواستم ذخیره بکنم، گیم بکنمش توی سیستم و دیدم که ارور داد. دوباره اومدم یه چند کلمه‌ای نوشتم، بعد اینکه رستارت کردم دوباره دیدم که گیم نمیشه، سیو نمیشه و در حقیقت این باعث شد که من دیگه از اون مراقب سنسور پاپیا درخواست بکنم و بیام بگم که دیگه اسپیس یا باید روی دیگه کاغذ بنویسم. این امکان براتون هست، ولی چیزی که مهمه اینه که سعی کنین که در حقیقت از سیستمتون مطمئن باشین و حتما جدیدترین نسخه مایکروسافت ورد داکومنت رو داشته باشین که بتونه واسهتون سر جلسه مشکل زا نشه. ولی خیلی از مدارس تا جایی که میدونم خودشون PC رو، سیستم رو میدن و احتمالاً دیگه مشکلی وجود نداشته باشه. در حقیقت توی کلاسایی که با دوستان عزیزمون داشتیم به طور حالا مفصل راجع به اینها بحث شده و دوستان هم در حقیقت سوال داشتن در مورد اینکه آیا غلط‌های املایی توی اسکریفلی میتونه واسهشون مشکل زا باشه و چجوری سعی کنن که در حقیقت کم کنن غلط‌های املایی رو. در مورد بحث غلط‌های املایی توی اسکریفلی باید بهتون بگم که شاید در بین تمامی اون خطاهایی که میتونه باشه، یعنی اینکه متن ما باید در مورد خود مطلب باشه، خارج از چارچوب سوال ننویسیم، غلط‌های گرامری و الی آخر، شاید آخرین نکته‌ای هست که سنسورها بهشون توجه میکنه. ولی باید دقت داشته باشیم. بعضی از کلمات و لغت‌های مهم هستن که حالا توی کلاسایی که ما با دوستان داشتیم اینها بهشون گوشزد شده و توی متن‌ها و جلسات به طور مفصل این لغات مهم رو کار کردیم. یک تعدادی هستن که آره خیلی مثلا می‌بینین یک شکل اسم و یک شکل فعل خیلی شبیه هم هستن، با یک حرف عوض میشه و اگه شما بیاین اینجا غلط املایی داشته باشین به طوری که مفهوم و معنی کلمه رو برای در حقیقت متن عوض بکنه، این دیگه مطمئناً باعث نمره منفی میشه. ولی اگه حالا اون غلط املایی شما باعث تغییر معنی اون کلمه نشه، شاید بشه که بگیم که قابل اغماض هستش. این هم نکته بود که در مورد غلط املایی بود. و اینکه آیا مجاز هستین که از در حقیقت غلطگیر املایی استفاده کنین سر جلسه، دوستانی که با PC ثبت نام کردن، این رو در ایمیلی که براتون میاد معمولا می نویسه مدرسه. حداقل واسه من اینجوری بود. مدرسه‌ای که ثبت نام کرده بودم که ایمیلی بعد از ثبت نام واسم مشخص کرده بود که گفته بود غلطگیر املایی باز میتونه باشه، استفاده میتونی بکنی، ولی غلطگیر گرامری مجاز نیست. و سر جلسه چک کردم، اونهایی که سیستم داشتن یک به یک اومدن و باز کردن و نگاه کردن. پس اگر براتون ایمیل نیومده در مورد شرایط PC و اینکه آیا غلطگیر باز خواهد بود یا نه، خودتون یک ایمیل بزنید
مدرسه‌ای که ثبت نام کردین و ازشون بپرسین. اگر غلطگیر املایی باز باشه میتونه که کمکتون بکنه و یک تعداد از غلطاتون کم بشه، هرچند اگه در حقیقت یک کلمه‌ای باشه که این کلمه شما غلط نوشتین ولی همون کلمه دانمارکی وجود داشته باشه و در حقیقت یک معنی دیگری داشته باشه، این دیگه برای شما غلط نخواهد گرفت و باز خودتون در حقیقت باید اینقدر تمرین کرده باشین که غلط‌های املاییتون کم باشه. و بهترین تمرین طبق اون چیزهایی که من خدمتتون گفته بودم توی همین گروه گذاشته بودم، اولین فایل برای آمادگی آزمون PDTR این بود که سعی کنید که لغت‌هایی که در میارین، اصطلاحاتی که در میارین حتما روی کاغذ بنویسین با خط مبارک خودتون و به اپ‌های روی گوشی و سیستم متکی نباشین. صرفاً توی موبایلتون بیاین لغت‌ها رو تو اپلیکیشن‌های مختلف ذخیره بکنید و جبر لایتنرهای اصطلاحاً موبایلی این به نظر من خیلی کارکرد نداره. حداقل اونهایی که مثل من روی کاغذ در حقیقت لغت‌ها رو موقعی که میخونن مینویسن، درسته یکم زحمتش بیشتره ولی معمولاً با چند نفر از دوستانی که من ارتباط دارم نتیجه بسیار بهتری گرفتن توی اسکریپنینگ. همچنین وقتی که شما می نویسید یک لغت رو اونقدر خوب در ذهنتون نقش میبنده که همون کیفیت رو روی صفحه موبایل نخواهید داشت مطمئنا. شاید یک کلمه رو از روی گوشی باید 20 بار 30 بار ببینید تا در یادتون بمونه، ولی وقتی می نویسید، وقتی یک بار یا دو بار اون رو نوشتید دیگه همیشه تو یادتون میمونه. این هم پس در مورد چگونگی کم کردن غلط‌های املایی سر جلسه هست. حالا روز آزمون چیا با خودمون ببریم؟ ببینید اولا در مورد روتین روز آزمون شما سعی کنید اون پیاده روی، اون دوش گرفتنه، حالا اون قهوه، چای یا هر چیزی که صبحها روتین استفاده میکنید، یک صبحانه سبک و مقوی مثل حالا یک تخم مرغ آبپز خوب پخته و تازه استفاده بکنید و در حقیقت راهی جلسه امتحان بشید و حتما مسیر رو در نظر بگیرین که احتمالا اگر بخواید حالا با تاکسی، با اتوبوسی، با قطاری چیزی، حالا اگه شهر دیگه میرین یا در شهر خودتون با ماشین خودتون همیشه حس میکنین که اون مسیر مثلا 1 رو 20 دقیقه میرسین، در نظر بگیرین که احتمال داره یه نیم ساعت مشکلاتی باشه. یعنی حتما نیم ساعت الی 40 دقیقه زودتر از تایم امتحان. من خودم مثلا برنامه‌ام جوری ریخته بودم که تقریبا شاید 50 دقیقه 1 ساعت قبل از امتحان اون شهری که میخواستم رسیدم، هرچند واسه خودم خیلی سخت بود ولی گفتم خب شاید مثلا اتوبوس دچار مشکل بشه طی مسیر یا حالا هرچی. پس اینه که سعی کنیم که اینها رو در نظر داشته باشیم و حتما زودتر سر جلسه برسیم. لباس راحت بپوشیم و اصلا در حقیقت اون روز خودتون سخت نگیریم. راحت ترین لباسی که در حقیقت میتونید تو احساس راحتی بکنید و در حقیقت یک چیزی هم در نظر داشته باشین، یک جایی ممکنه مثلا هوا سرد باشه، پنجره باز باشه، یک اوورکوتی چیزی هم حتما همراهتون داشته باشین که اگر در حقیقت شرایط آب و هوایی نامساعد بود در حقیقت روی نتیجه و پرفورمنس شما تاثیر نذاره. مطلب بعدی این هست که حتما کارت شناسایی، این خیلی مهمترین چیز، اولین چیزی که شما اونجا چک میشین در حقیقت داشتن یک کارت شناسایی معتبر هستش. این در حقیقت کارت اقامتتون رو با خودتون ببرین یا پاسپورتتون رو. تا جایی که من میدونم گواهینامه رانندگی و بولپورت در حقیقت شاید که اینها پذیرفته نشن
توسط مسئولین جلسه، اون کارت آپالالسه، آپالالسه و در حقیقت یا اون در حقیقت پاسپورت معتبرتون، اینها کنارتون باشه. حتما چک میشه، این بسیار دقیق این رو چک میکنن و در حقیقت میرین و جاتون رو پیدا میکنین و سر جلسه میشین. سعی کنین که با دوستانتون صحبت نکنین اونجا، تاثیر منفی میذارن. میبینین که یکی میگه مثلا فلان چیزو خوندی، فلان لغت چی، اینها بیشتر ذهنتون اونجا آشفته میشه. اگه احیانا دفتر لغتتون رو با خودتون برده باشین، فقط سعی کنین که اون چیزهایی که اون صفحاتی که خودتون حس میکنین مهمتر بودن رو اونجا یه مروری داشته باشین. اگه نه که سعی کنین یه ذره به ذهنتون آرامش بدین و منتظر باشین که دفترچه سوالات در اختیارتون قرار بگیره. پس برای نوشتن میتونین از مداد مغزی که پررنگ باشه، یک مداد مغزی با کیفیت مثل استدلر استفاده بکنین، و یا خودکارهایی هستن که اینها هم البته گرفته بودم از اون، ولی خیلی توصیه نمی کنم. دلیلش رو میگم خدمتتون. من خودم از فوتکس گرفته بودم از این خودکارهایی که پاک میشه، ولی مشکلی که داشت اینه که اون قسمت پاک کنش یکم نسبت به حالا پاک کنایی که روی مداد میکشیم بیشتر طول میکشید تا بیاد اون متن رو پاک بکنه. در نتیجه احتمال داره شما اصلا تایم از دست بدین وقتی که با اون کار میکنیم. به نظر من یه مداد مغزی خیلی با کیفیت و خوب بهتر هستش و روانتر هم میتونیم باش بنویسیم. باز البته سلیقه‌ای هست، منظورم اینه که همه اینها قابل انجامه، هیچ تفاوتی وجود نداره، فقط مهم اینه که خودتون به چی عادت کرده باشین و در حقیقت با همون سر جلسه برین. فقط کمرنگ نباشه. یه مداد مغزی استفاده میکنین، یه مداد مغزی مثلا نیم کمرنگ نباشه، مداد مغزی پررنگ مثلا 7 باشه که کلمات خانه باشه. و اگه روی پاپیا می نویسین سعی کنین که خوشخط بنویسین، اون کیفیت نوشتنتون فدای سرعت نشه، مشخص باشه چی نوشتین و خط خرچنگ واقعی نباشه، چیزی باشه که در حقیقت معلمه بتونه که واضح متوجه منظورتون بشه. در مورد شکل حالا پاراگراف بندی، اینکه پاراگراف بندی چجوری باشه، کانکلوژن چجوری باشه، اینها رو مفصل ما توی کلاس هامون بررسی کردیم. ساختارهای نوشتن رو دیگه حالا مجالس نیست اینجا بگیم. در حقیقت زبان آموزای عزیزی که تو کلاس هامون بودن به طور کامل 0 تا 100 در حقیقت اسکریپی رو باهاشون کار کردیم و ساختارهایی که باید استفاده کنن، ساختارهای نمره آوری و همشون و اسلوب نوشتن کاملا باهاشون کار شده. فقط چیزی که یکی از دوستان عزیز گفت که در حقیقت با آقای کستن کلاس دارن، اینها بهشون تأکید شده که بهتر کانکلوژن نوشته بشه. یعنی همیشه یکی از سوالات دوستان از من این هست آیا کانکلوژن بنویسیم یا نه. واقعیتش اینه که بنویسیم دوستان. کانکلوژن طبق اون گفته دوست عزیزمون که الان در حقیقت برای این دوره مدول 5 با آقای کستن، یه طراح سوال و در حقیقت قدیمی‌ترین معلم در زمینه پدیکتور، بهش گفته و تو کلاسش تاکید کرده اینه که کانکلوژن بنویسیم. پس کانکلوژن رو در نظر داشته باشین. دیگه شما مدول 3 یا مدول 4 نیستین که یک ایندک مثلا دارین می‌نویسین یا هرچی دیگه، دارین یک آرگومنت می‌نویسین. یعنی انتظار دارن که شما تا حالا هر رشته‌ای که هستین، مثلا اگر پزشک هستین، فردا پس فردا بیاین بتونین که یک مقاله اگه به شما دادن سر نیم ساعت بیای و این رو آرگومنت بکنی و نظراتتو بگی و بعد مثلا جمع‌بندیش بکنی. اینه که این اسلوب رو رعایت کنیم. کانکلوژن رو حتما مد نظر داشته باشیم.
برسونین خودتون رو به اون حدی که بنویسین. چون 2 ساعت سر جلسه برای آرگومنت زمان کمی نیست. شما در نظر بگیرید توی مونتلی باید طی 1.5 تا 2 دقیقه هر آن چیزی که اینجا تو اون 2 ساعت می نویسین رو ارائه بدین. اصلا 2 ساعت زمان کمی نیست. نیم ساعت الی 40 دقیقه شاید حتی برای اون در حقیقت آرگومنت نویسیمون کافی باشه. بنابراین اینها حداقل 2 برابر اون تایمی که باید باشه به شما فرصت دادن. پس بنابراین اینکه ما میایم یه 2 سطر و نیم نهایت مثلا یک کانکلوژن رو نویسیم، اصلا چیز نداره که ما بیایم حذفش بکنیم و خودتون رو نشون بدیم و توانایی‌های زبانتون رو نشون بدیم. البته حالا جلسه امتحان کلیاتی واسه دوستانی که حالا قبلا تجربه آزمون رو داشتن، شاید یک مقدار تکراری باشه، ولی شاید اکثر دوستان بار اولشون هست که سر جلسه میرن. بخوام خدمتتون عرض بکنم، بعد اینکه کارت شناسایی نشون دادیم و من برای بار هزارم تاکید میکنم کارت شناسایی آپالسس کورتتون یا در حقیقت اون پاسپورتتون باشه. از جایی که میدونم گواهینامه و گولکارت اینها مد نظر نیست واسه شون. این رو که نشون دادید، جلسه در حقیقت سر جاتون باید بشینید. بعد اولین قسمت رسپوستوسه 1 اسکنینگ ها جلوتون میاد. 15 تا سوال، 25 دقیقه وقت، 90 ثانیه فرصت. حالا در مورد تکنیک های این لسه و کارهایی که مثلا تمریناتی که ما میتونستیم خونه انجام بدیم که حالا مثلا سرعت پیدا کردن کلمات و اینها بیشتر بشه، اینها رو مفصل توی کلاسمون با زبان آموزای عزیزمون خواهد شد. و حالا کلیتی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هست که شما مهمترین مسئله اینجا اینه که اگر دیدید برای پیدا کردن جواب یک سوال بیش از 1 دقیقه شده که دنبالش میگردین، دیگه بیخیالش بشین و برین در حقیقت سراغ سوال بعدی. پس بنابراین خیلی مهم هست که شما این 1 دقیقه ها و 90 ثانیه ها توی ذهنتون باشه که چیه. شما سر جلسه فرصت ندارین که برای هر سوال حالا چشمتون روی در حقیقت صفحه ساعتتون باشه که آیا الان 90 ثانیه شد یا نه. کاری که باید انجام بدیم این هست که شما توی خونه بیاین یک چند بار آلارم گوشی رو روی 60 ثانیه و روی 90 ثانیه بذارین و در حقیقت حواستون باشه که حالا کی شد 60 ثانیه، کی شد 90 ثانیه و این زنگ خورد. یک چند باری این رو هر روز بذارین و به این ترتیب می‌بینین که در حقیقت یک شناختی پیدا میکنین، ذهنتون یاد میگیره که 60 ثانیه چیست و توی امتحان وقتی حس کردین که به این در حقیقت لیمیت دارین میرسین، دیگه باید اون سوال رو بیخیال بشین. فقط اگه صفحش رو یا جای حدودیش رو پیدا کردین جلوش بنویسین، مثلا صفحه 14 مثلا توی این پاراگراف دیگه بیخیال بشین و برین سوالات بعدی. و سوال نای یا یا رو هم هیچ موقع خالی نذارین. ابتدا به ساکن نای بزنیم و اگر در حقیقت بعدم فرصتی شد برگردیم و نگاه بکنیم که چی هستش، ولی هیچ موقع خالی نذاریم. چون دوره‌ای بوده که اینها اومدن گفتن که یا و نی هر دو درست است و در حقیقت هم اونی که یای نوشته درست گرفته، همونی که نای نوشته درست گرفته، ولی کسی که در حقیقت چی اونجا نذاشته نمرشون رو نگرفته. پس این خیلی مهم. در مورد لسه 1 گوشگیر مکس، گوشگیر دیپ اسلیپ مکس، دیپ اسلیپ مکس، این رو حتما تهیه کنید. بقیه گوشگیرها من 2-3 نمونه تهیه کردم، پول دور انداختن هستش، اصلا توصیه نمی کنم. اونهایی که در حقیقت یه حالت
چوب پنبه مانندی بود که مثلا میذاشتی و در گوش شکل میگیره و نمیدونم فرم گوش رو میگیره، اینا اصلا تاثیر نداشتن، گوشگیرهای خوبی نبودن. یه مقدار اولش خوب هزینه بکنید، یه گوشگیر گرون ولی با کیفیت بگیرین. متاس دیپ اسلیپ خیلی خوب هستش، بگیرین و استفاده بکنید سر جلسه. اه، خیلی میتونه که در حقیقت توی جلسه امتحانی بهتون کمک کنه تا اون نویز محیط، صدای حالا قدم زدن احیانا سنسورها و اینها رو واسهتون کاهش بده و توی قسمت لسه یک شاید بتونه که بیشتر به کمکتون بیاد. اه، حالا دیگه تکنیک ها این که مثلا حالا جواب هر سوالی مثلا ووفو جوابش رو چطور پیدا کنیم، بودن رو چطوری پیدا کنیم، اگه مثلا پرپوزیشنی آخر سوال باشه این چجوری در حقیقت جوابش رو پیدا کنیم توی تکست. دیگه اینها مسائلی هست که توی کلاس ها به مفصل در حقیقت بهش پرداختیم و در آینده هم خواهیم پرداخت. وقتی که در حقیقت توی این 25 دقیقه تموم میشه، بلافاصله دیگه از شما خواهند خواست که دفترچتون رو در حقیقت حالا روی میز بذارین یا بالا توی دستتون بگیرین و خواهشاً وقتی که همچین چیزی گفتن دیگه ادامه ندیم به نوشتن، چون بعضی سنسورها حساس هستن و میتونه که واسهتون مشکل زا بشه. پس این از این. بلا فاصله، یعنی بدون اینکه دیگه فرصت استراحت و پاوسه باشه، دفترچه لثه 2 جلوتون گذاشته میشه. در مورد لثه 2 دوستان، من تو اون فایل قبلی هم عرض کردم خدمتتون، سریع خدمتتون بگم سعی کنید که ستایی ها و هشتایی ها رو نیم ساعت تموم بکنید. این دوتا رو هم نیم ساعت. حالا یه سال میبینی ستایی یه ذره سخت داره، مثلا از یه رو یه ذره بیشتر زمان میبره، عوض هشتایی معمولا یه مقدار آسان تر میشه. و بالعکس بعضی سالها میبینی هشتایی یه ذره مخصوصا حالا یکی دو تا سه تا در حقیقت کلوز تست مونده به آخر معمولا یکم پیچیده تر میشه، ولی ستاییش معمولا تو اون سالها راحت تره. پس شما توی نیم ساعت سعی کنین که دیگه این بخش رو، این دوتا در حقیقت دیل امتحان رو تموم کرده باشید و عمده تمرکزتون از این بابت که 10 نمره از نمره امتحان شما مربوط به هول‌ها یا پنجتایی ها هست، روی این قسمت داشته باشید. یعنی اگه خوب تمرین کرده باشین این بخش رو و به یک تسلط خوبی رسیده باشین و بتونین این 10 نمره رو از اینجا بگیرین، دیگه بخش‌های بعدی در حقیقت برای شما راحت تر خواهد. و حالا تکنیک مربوط به هول‌ها، تمرینات، اینها رو مفصلا انجام دادیم با دوستانی که حالا افتخار دادن و در خدمتشون بودیم. حالا اینجا فرصت نیست واسه بیان تکنیک ها، ولی چیزی که مهمه اینه که سعی کنین یک تایمی رو آخر سر یه رو حداقل تایم، یعنی طی 20 دقیقه این رو تمام بکنین و یه رو تایم داشته باشین که یک یا دو بار این گزینه هایی که انتخاب کردین رو سمنهنگش رو توی متن ببینیم و از اون اول شروع بکنیم و چک بکنیم که آیا حالا گزینه که انتخاب کردن درست هستش یا نه. و اگه توی یک هولی خیلی گیر افتادین و دیدین که دارین خیلی تایم از دست میدین روش، خواهشاً این کار رو نکنین، جلوتر بریم. به خصوص تو هول اول این اتفاق خیلی شایع بین دوستان. همیشه من توصیه میکنم که این قسمت رو در حقیقت اگه دیدین که توی یک تایم منطقی، مثلا ماکسیموم توی اون 5 دقیقه اول نتونستین که به جوابش برسین، برین سراغ هول بعدی. مطمئنا گزینه های آسان تری خواهند بود و در حقیقت این کمک میکنه که هم در حقیقت اون روند و مسیر متن رو وقتی که ادامه میدین بهتر متوجه میشین که در ادامه اومده راجع به چیا صحبت کرده،
هم این که میاین شاید یکی دو تا سه تا گزینه رو انتخاب میکنین، اونهایی که اطمینان بیشتری دارین و آسون تر بودن، و این باعث میشه که وقتی دوباره برمیگردیم به هول اول تعدادی از این گزینه ها حذف شده باشه و حالا با اطمینان بیشتری و با در حقیقت دید بهتری بتونین که جواب صحیح رو انتخاب کنین. پس این هم در مورد هول ها. 65 دقیقه تموم میشه و در حقیقت بعدش حالا یک پوزه یک روبی 20 دقیقه خواهیم داشت برای قسمت در حقیقت اسکیفی. نکته بسیار مهم این هست که شما اوبو یا دیکشنری، که حالا اگه دیکشنری کاغذی همراهتون بردین که توصیه میکنم داشته باشین کنارتون، حالا اینکه استفاده بشه یا نشه خب واسه خود من مورد نیومد که بخوام ازش استفاده کنم سر جلسه، ولی خب همراهتون داشته باشین. ابتدای جلسه وقتی که شما لسه رو شروع میکنین اینها رو از شما میخوان که یک جای دیگری بگذارین. پس در لسه شما از دیکشنری به هیچ عنوان استفاده نمیکنین، ولی در حقیقت موقعی که تایم اسکریفلی میشه دیگه به شما میگن که میتونین برین و دیکشنریتون رو بیارین و استفاده بکنین. و تو اون فاصله حالا اومدن دیکشنری ها رو یادمه که گشتن و با حوصله هم میگشتن، یعنی تایم زیادی برد که خیلی قشنگ ورق میزدن که ببینن احیانا نوشته‌ای تقلبی چیزی توش نباشه. بنابراین خیلی مهمه دیکشنری که میگیرین چک کنین حتما که توش نوشته‌ای، حالا چه با خودکار با مداد هر چی، هیچ گونه نوشته‌ای یا کاغذی یا چیزی اضافه نشده باشه بهش. لیست ورب، من با خودم لیست ورب 250 تایی برده بودم، منتها مدرسه گفت که نمیتونی استفاده کنی و حالا خودشون یک لیست ورب افعال بیقاعده رو دادن که حالا این هم یه جاهایی شاید بتونه کمک کننده باشه، جایی که حالا میخوایم مثلا زمان فرض کنیم حال کامل داریم استفاده میکنیم و حالا مثلا گیر کردیم که به چه صورتی هست، به خصوص تو اون افعال بیقاعده یه همچین در حقیقت یلپ کیلر یه همچین در حقیقت منبع کمکی به شما میدن که شما بتونین ازش استفاده بکنید. خب اون 250 تاییه رو حالا همراه خودتون داشته باشین. حالا شاید دیدین یک مدرسه‌ای نداد و حالا اون کنارتون باشه، اگه در حقیقت قرار باشه که خودشون بدن اینو ازتون میگیرن و خودشون یه چیزی میدن، ولی اگه قرار نباشه که خودشون ورب لیست بدن خدمتتون، شما دیگه اونجا ورب لیست رو داشته باشید. و ورب لیست 500 تایی تا جایی که میدونم مجاز نیست. اون ورب لیست 250 تایی رو بگیرین که احتمالاً توی خیلی از مدارس هم موجوده. جایی که من کلاس زبان میرفتم ورب لیست 250 تایی و 500 تایی رو هر دو رو به تعداد زیاد کپی شده بود و توی کتابخونه موجود. و در مورد نوشتن اسکریفلی باز با دوستان خیلی کار کردیم اینها رو. تایم بندی ها بسیار مهم هستش. حالا اگه بخوام خیلی اجمالی و کلیش رو فقط عرض کنم خدمت شما، این هست که در طی در حقیقت نیم ساعت شما ایمیل رو باید بنویسین و تموم کرده باشین و 2 ساعت باقی مانده رو حالا یا به دیاگرام یا به آرگومنت اختصاص بدین. حالا ترجیح من و توصیه من به دوستان آرگومنت بوده و دلایلش رو توی کلاس عرض کردم. مهمترین مسئله اینه که شما باید تا الان دستتون اومده باشه و یا حداقل دیگه مثلا تا 1 هفته آینده دستتون بیاد که راحت تر این که ایمیل رو اول بنویسیم و بعد برین سراغ آرگومنت، و یا اینکه آرگومنت رو بنویسیم و در نهایت برین سراغ ایمیل. ببینین چیزی که خیلی از معلم‌های حرفه‌ای و پیشرفته، مثلا من تا جایی که شنیدم از دوستانی که دانش آموز آقای کستم بودن و یا معلم‌های صاحب نام، مثلا مثل خانم تنا توی حالا مدرسه هنوز،
که من در حقیقت ازش مشورت میگرفتم، هرچند که مدول 5 نبودم خودم، مدول 3 بودم وقتی امتحان رو دادم. منتها خیلی معلم در حقیقت شریفی بود و همیشه در حقیقت میومد و بعد از کلاس فرصت میذاشت و به سوال هم جواب میداد. توصیهش این بود که بهتر اول آرگومنت نوشته بشه، چون شما فرسکتر هستین، ذهنتون در حقیقت آماده تر هست، خسته نیستین و در حقیقت یک مشغولیت دیگری توی ذهنتون نیست توی اسکریپت. دوستانی که ایمیل رو می نویسن، چون من خودم هم 1-2 بار خواستم این حالت رو امتحان بکنم، وقتی ایمیل رو می نوشتم می اومدم سراغ آرگومنت، هم حس می کردم که ای وای الان 2 ساعت و نیم من زمان دارم و هنوز مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه گذشته، من سوال مثلا آرگومنت رو متوجه نشدم و دارم دنبال این میگردم که ببینم این سوال دقیقا از من چی میخواد. میدونی یه حالت دلهره آوری داره، یه حالت استرس آوری داره که امتحان داره به اون تایم وسطاش یا 1/3 گذشته و شما هنوز اون اصل کاریه رو اصلا نمیدونی که قضیهش چیه. حداقل واسه من استرس‌زا بود. ضمن اینکه وقتی که آرگومنت رو مینوشتم یه چیزایی باز تو ذهنم میومد که مثلا ایمیل اگه اینجوری مینوشتم اینجاشو بهتر بود، فلان چیز رو استفاده میکردم. خب یعنی در حقیقت اون نمیذاش که اون در حقیقت بست کانسنتراسیونم روی در حقیقت اون چیزه باشه، آرگومنته باشه. بنابراین حداقل واسه من دیدم که این جواب نمیده و توصیه میگم معلم های خوب هم این هست که اول بیاد آرگومنت رو بنویسید با تمرکزتون که 100% روی همین بحث آرگومنت هست، حالا یا دیاگرامه و هر کدوم رو که انتخاب میکنید. وقتی که در حقیقت من اینو می اومدم و می نوشتم و تموم می شد، بعدش سعی کنین که برین سر و صورتتون یه آبی بزنید بعد اینکه آرگومنت رو نوشتیم و تموم کرد. این باعث میشه که فرسک بشین. حتی سر جلسه اسکریپتلی دیگه فرصت هست که شما اگه مثلا تغذیه‌ای بردین به خودتون، این تغذیه هم باز توصیه من این هست که یک مقدار مثلا آجیلیجات در حقیقت مفیدی باشه و یا مثلا موز باشه. اینها در حقیقت هم سر و صدا نداره، چیزایی که بسته‌اش رو باید باز کنین، مثلا بسته بیسکویت و اینا رو شاید یه ذره سر جلسه گیر بدن بهتون و یا مثلا برای بقیه و حتی خودتون آزاردهنده باشه. نمیدونم بردن چیپس و بیسکویت و اینا خوب نیست. توی ظرفی چند تا مثلا بادوم و گردو و در حقیقت کشمش و اینجور چیزا که هم انرژی میده و هم اینکه مفید هستش با خودتون ببرین و موز هم خیلی خوبه، در حقیقت باعث میشه که اون کربوهیدرات لازم رو دریافت بکنید و در حقیقت بعد اینکه به سر و صورتتون آب زدین، حالا بیاین آرگومنتتون رو اصلاح کنید. حالا این اصلاح آرگومنت چیه؟ تو کتاب ها اومده، برای مثال تو کتاب وقتسکو اومده و حالا آیتم هاشو هم ما دونه بدونه تو کلاس همون بررسی کردیم با دوستان که چجوری بیان آرگومنت رو اصلاح بکنید. یعنی شما آرگومنت نویسیتون باید طی 1 ساعت و نیم تموم شده باشه. یه 5 دقیقه 20 دقیقه حالا اون وسط میرین یه سر و صورتی روتون میزنین، یه حالا خوراکی میخورین، یه آبی میخورین، رسک میشین دوباره و بعد برمیگردین حالا تصحیحش که 1 ربع تا 20 دقیقه احتمالا این زمان خواهد برد که آرگومنتتون رو خوب تصحیح بکنید و در حقیقت در مرحله بعدی اون نیم ساعت آخری رو میرین سراغ ایمیل. از این جهت که ایمیل برای شما دوستان عزیزم نمره نداره. ایمیل شما باید نوشته باشینش، وجودش در دفترچتون الزامی هستش و چیزی که می نویسین زیر 90 کلمه دیگه نباشه. یعنی وقتی سنسور میاد و نگاه میکنه که شما ایمیل رو نوشتین یا نه،
اگه ایمیلتون خیلی کوتاه باشه، یه مثلا 4 سطر باشه، 3 سطر باشه، این شک میکنه که شما اصلا اومدین مثلا به این سوال ها که زیرشون خط کشیده شده و معمولا حالا 4 تا 5 تا سوال هستن، مثلا به هر کدوم جواب داده باشین. یعنی یک ایمیلی که ما استاندارد می نویسیم مثلا زیر 7 8 سطر دیگه اصلا واقعا جا نداره باشه. بنابراین سعی کنین که اون فرمت و شکلش دیگه یک چیز درست حسابی باشه، اونجا خیلی کوتاه نباشه. ولی تنها جایی که به دردتون میخوره این هست که اگر سنسور بین نمره 4 و 7 گیر کرده باشه برای شما طبق اون آرگومنت یا دیاگرامتون، اون موقع میاد متن ایمیلتون رو میخونه. و حالا اینکه نوع نگارش ایمیل اصلا چجوری باید باشه، آیا مثلا مجازیم دوستانه صحبت بکنیم یا اینا، دیگه مسائلی هست که در کلاس ها بررسی شده. پس بنابراین خیلی مهمه که تایم بندی رو درست داشته باشیم. اگه تو اسکریپتی مثل همون لسه و حتی مونتلی هم همینه. ببین یک مسئله دانش زبان شماست که در حقیقت تا حالا چی آموختیم. یک مطلب مهم و مهمتر در 60% قضیه این هست که شما بیاین و اون چیزی که در حقیقت تو کنته دارین، اون دانش زبانتون رو تو اون تایم محدوده بیاین پرزنتش بکنین و در حقیقت اون رو بتونین که نشون بدین که تو اون تایم شما قادر هستید این کار رو انجام بدین. شاید خیلی از اون سوالات لسه رو اگه مثلا اون هول ها رو به جای نیم ساعت ما 1.5 ساعت فرصت داشته باشیم واسش و بارها و بارها بخونیم، شاید بتونیم که درست‌تر جواب بدیم. منتها هنر این هست که بیایم در اون 65 دقیقه اون 3 تا آیتم مثلا لسه پست و 3 دو رو انجام بدیم. و به اسکریپتلی هم همینه که شما این 2.5 ساعت رو به بهترین شکل مدیریت بکنید. و در نهایت دیگه ایمیل رو نوشتین، ایمیلتون رو یک بار چک میکنین و حالا اگه باز فرصتی داشتین بیاین آرگومنتتون رو دوباره چک بکنین. و اگر نبود که دیگه جلسه تموم میشه. یک جلسه نسبتا طولانی هست، واسه همین باز دوباره اشاره میکنم که لباسی که میپوشین سعی کنید کاملا راحت باشه. و در مورد چیزهایی که میتونیم ببریم، پس گفتیم که یک خودکار، مداد مغزی با کیفیت یا مداد هستش، پاک کن، تراش، اینها کنارمون باشه. در مورد خوردنی ها میوه موز کنارتون باشه. میوه مثل سیب و اینها که سر و صدا بدن با خودتون نبرین. موز خوب هستش. یک مقدار آجیل هستش. آجیل هم آجیلش کولی که حالا سر جلسه باشه تشنگیتون بشه نباشه. آجیل شیرین استفاده بکنین. کشمش، خرما، اینها خوب هستش. و صبحتون هم یه منبع پروتئینی خوب مثل یک تخم مرغ آبپز استفاده بکنین که تازه باشه و خوب پخته شده باشه. و ساعت عقربه دار، ساعت‌های دیجیتال رو شاید نذارن که سر جلسه ببرین، حتی اگر هوشمند نباشن. بعضی از دوستان در حقیقت همچین فیدبک هایی ازشون داشتیم. پس ساعت عقربه معمولی به خودتون ببرین و در حقیقت خیلی متکی نباشین که سر جلسه حتما شاید ساعت باشه. به خصوص دوستانی که شهرهای بزرگتر هستن شاید کل سر جلسه یه دونه ساعت باشه که شما مجبور نباشین گردنتون رو هی خم بکنین. و یه نکته مهم در مورد لسه پستوسه یک سرعتی هم اینو بگم خدمتتون. ببینید اینها معمولا توی لسه یک 5 دقیقه مونده به انتهای در حقیقت لسه یک یه گوشزدی اون سنسوره اونجا بهتون میکنه که فقط 5 دقیقه فرصت داریم. این یه تکنیک رو بگم خدمتتون. اگه دیدین که اونجا حالا هر جایی هستین، اگه دیدین که احیانا نمیرسونین تمام سوالات رو، یا خودتون میفهمین دیگه چند تا سوال باقی مونده از 5 تاییاتون، این 3 تا سوال آخر
معمولا راجع به این هست که مثلا یک افرادی مثلا 3 نفر هستن میان حالا مثلا راجع به یک چیزی صحبت میکنن. معمولا اینها یک مقداری راحت تره، معمولا البته عرض میکنم و حالا سالهای مختلف سیستمشون متفاوته. اگه دیدین که یک تعدادی از سوالها رو احیانا نمیرسونین، اون موقعی که سنسور گفت 5 دقیقتون مونده، زود بیاین این 3 تا رو جواب بدین. معمولا اینها یک مقدار راحت تره و بتونین که دیگه تو اون 5 دقیقه در حقیقت در حقیقت بازده خوب داشته باشین. اون سوالاتی که آسون تر هستش پیدا کردنش رو، اونها رو اول جواب بدین. حالا باز دیدین مثلا یکم تایم دارین، بیاین مثلا از اونجایی که مونده بودین ادامه بدین. این هم در مورد حالا یه تکنیک راجع به مورد لسه 1 و دیگه به این صورت بعد از حدود 4.5 ساعت که شما صبح معمولا 9 شروع میشه و این ور دیگه 1.5 تموم میشه، دیگه میایم بیرون و منتظر میمونیم که حالا نتیجه امتحان بعد از یک مدتی که حالا مدرسه به مدرسه متفاوت هست واسهتون بیاد و در حقیقت باید از فردای اون روز خودتون رو آماده بکنین برای جلسه مونتلی و حالا احیانا گروه 7-7 یا گروه های دیگه در مورد سوالات شاید بحث هایی بشه، دوستان بیان و بگن که فلان سوال فلان جوابش این هستش و اینها رو هم که خب دیگه خیلی باعث این نشه که چندین و چند روز ذهنتون درگیر بشه بهش، چون بالاخره دیگه چیزی که گذشته و تموم شده و نظرات مطمئنا خیلی متفاوت خواهد بود برای جوابهای این سوالات. چیزی که مثلا دوره خود ما اتفاق افتاد همین نوامبر گذشته، اونقدر جوابایی که مطرح شد به خصوص در مورد اون هول‌ها 5 تایی ها تو گروه متفاوت بود که یه از دوستان اومدن و گفتن که 2 سری سوال بوده احتمالاً امسال، دفترچه مثلا A و B داشتیم مثل اون زمان کنکور، در حالی که همچین چیزی بعداً متوجه شدیم که نبوده. منتها چون اونقدر دوستان هر کدوم یک در حقیقت میگفتن جوابی هست و باعث سردرگمی شده بود که یه همچین حسی دست داده بودن، در حالی که دیدیم مثل همه ادوار در حقیقت یک دفترچه سوال و یک جواب بیشتر نبوده. اینه که ذهنتون رو اونجا خیلی خسته نکنید سر این جلسه و تایمتون رو بذارین برای مونتلی که در حقیقت قسمت تازه مهم ماجرا مونتلیه و از اونجا کار شروع میشه. این یک کلیاتی بود راجع به جلسه امتحان و نحوه مدیریتش. پس دیدیم که تو هم قسمت لسه هم اسکیفلی مدیریت زمان رو من خدمتتون توضیح دادم. خیلی مهمه که اینو از الان یه چند بار تمرین رو تکرار بکنین تا سر امتحان روی منابعی که دارین. و یه توصیه دیگه باز این که این روزهای آخر بیشتر اون دفتر لغتتون مد نظر باشه که مرور بکنین و روز قبل از امتحان، دقیقا روز قبل از امتحان، یک بار پولها یا همون 5 تایی های نوامبر 2022 تا در حقیقت مای 2025 که حالا آخرین دوره هست که سوالش رو در اختیار داریم، اینها رو یک بار اون روز آخر فقط همشون رو بزنین، به صورت تست همشون رو بزنین و لغتهاش رو، ساختارها رو و اینکه چرا این جواب درست شده تو ذهن خودتون کاملا حلاجی بکنین. خیلی کمکتون میکنه. این هم در حقیقت برای روز آخر که یک میپرسن چی کار کنیم، بهترین کار اینه از نوامبر 2022 تا آخر اینها رو یک بار همه 5 تایی ها رو بزنیم و کامل جمله به جمله کلمه به کلمه بررسی کنیم که اون لغت ها در حقیقت کلمات، فعل ها، اسم ها، ساختارها همه و همه به صورت 100% توی ذهنتون باشه. من دیگه بیشتر از این بحث رو در حقیقت طولش ندم. امیدوارم که همیشه پیروز و بهروز باشین و آینده به کامتون باشه و امیدوارم که هر آن کس که الان این ویدیو رو داره میبینه در این مدت کمی که برای آزمون در حقیقت 2026 مایی مونده
بتونه که در حقیقت نتیجه زحماتش رو ببینه و در حقیقت نمره مورد نظرش رو گرفته باشه. با تشکر از دوستان و آرزوی موفقیت برای همه.